سلام بر شما. به تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان از یک خوش آمدید. شبکه خبری تحلیلی اوراسیا در یک تحلیل تازه گفته است که پاکستان با تهدیدات مواجه است که از پناهگاه‌های TTP در خاک افغانستان زیر اداره امارت اسلامی سرچشمه می‌گیرد. این شبکه خبری تحلیلی با استناد به گزارش ماه اکتبر سازمان ملل متحد نوشته است که رهبری حکومت سرپرست در افغانستان به طور کامل با تحریک طالبان پاکستانی همدردی دارد. این در حالی است که پیش از این همواره امارت اسلامی حمایت از تحریک طالبان پاکستانی و وجود پناهگاه این گروه در خاک افغانستان را رد کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با معاون وزیر خارجه قطر دیدار کرده است. وزارت خارجه به نقل از امیرخان متقی در آگاهینامه نوشته است که در این دیدار در مورد مبارزه با مواد مخدر، وضعیت بخش خصوصی و تغییرات اقلیمی در نشست سوم دوحه گفتگو شده است. آقای متقی در این دیدار گفته است که با موجودیت یونما نیاز به تعیین نماینده ویژه نیست. به شرط امارت اسلامی برای اشتراک در نشست سوم دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با معاون وزیر خارجه قطر دیدار کرده است. وزارت خارجه به نقل از امیرخان متقی در آگاهینامه نوشته که در این دیدار درباره مبارزه با مواد مخدر، وضعیت بخش خصوصی و تغییرات اقلیمی در نشست سوم دوحه گفتگو شده است. نشست سوم دوحه در 30 جون و اول جولای سال روان برگزار می شود. نشستی که به گفته سازمان ملل متحد چشمانداز تعامل بیشتر جهان با افغانستان را در پی خواهد داشت. این در حال است که سازمان ملل متحد تا کنون در مورد آژندای نشست دوحه جزئیات ارائه نکرده است. بیش از 200 پناهجوی خانواده افغان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه اختیاری و اجباری اخراج و به کشور برگشتند. خبرگزاری باختر نوشته است که این تعداد از مهاجران روز گذشته از ایران و پاکستان اخراج شده و بر اساس این گزارش این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شدند. بخش بانوان سازمان ملل متحد در یک گزارش پژوهشی درباره بانوان و دختران افغانستان گفته است که در دیدگاه 700 بانو و دختر افغان از سراسر افغانستان گرفته شده و بر بنیاد این درباره آثار محدودیت‌های آموزشی و شغلی گزارش شده است. بر بنیاد گزارش این نهاد موضوع به رسمیت شناختن امارت اسلامی مشروط به برداشتن محدودیت‌های وضع شده بر بانوان افغانستان است. حسن کاظم قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و آن را برای ثبات و آغاز سازندگی در افغانستان ارزشمند دانسته است. آقای قمی در یک گردهمایی شهروندان افغانستان مقیم قم ایران گفته است که افغانستان متعلق به تمام افغان هاست و اگر میخواهند به بن باز نگردیم باید این مسئله توجه شود. سپاسگزار از توجهتان به خبرهای این ساعت در یک.